شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که میخواید یه اکانت توی یه برنامه، یه بازی یا یه سایت بزنید ولی جیمیل نداشته باشید و بلد هم نباشید که جیمیل بزنید. توی این ویدیو قراره که بهتون یاد بدم چطوری جیمیل بزنید. سلام بچه‌ها، من امیرم و خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال آموزشی ما. تو این ویدیو قراره با هم جیمیل بزنیم و چند تا نکته مهم آخر ویدیو میگم که اگه رعایت نکنید امکان داره که نتونید جیمیل بزنید یا بلاتی بر بخورید. پس ویدیو رو جلو نزنید و تا آخر ببینید. خب بچه‌ها، وارد برنامه جیمیلتون میشید. از بالا سمت چپ این دایره رو انتخاب میکنید. افزودن یک حساب دیگر رو میزنید. گوگل رو میزنید و صبر میکنید صفحه بالا بیاد. باید اینترنتتون توی این صفحه روشن باشه تا بالا بیاد. خب اینجا ایجاد حساب رو میزنید. برای استفاده شخصی من مثلا شما میخواید توی سایت ثبت نام کنید یا مثلا میخواید داخل یه بازی اکانت بزنید، میتونید گزینه اول رو بزنید. ولی اگه مثلا میخواید داخل اینستا، یوتیوب یا برنامه‌های دیگه کسب درآمد کنید و اکانت بزنید، دومی رو میزنید. حالا من اولی رو میزنم. نام خانوادگی اختیاریه. نام هم هرچی دوست داشتید میتونید بزنید. این همون نکته‌ایه که اول ویدیو بهتون گفتم. بچه‌ها جنسیتتون رو هرچی دوست دارید میزنید. روز هم حالا یه چیز الکی، ما هم همینطور. ولی سال باید بالای 20 سال باشه، مگر نه به مشکل برمیخورید. 1999 بعدی. نام کاربری اینجا ممکنه که براتون ایمیل خودش بسازه و میتونید اونا رو انتخاب کنید، ولی این بار برای من نساخت، خودم باید بسازم. مثلا Z. اینجا گذرواژه‌تون رو میخواد، گذرواژه‌ای که میخواید واسه جیمیلتون بزنید. مثلا اپ 1213. اینجا ثبت میکنید، شماره تلفنتون رو میزنید. خب بچه ها، شماره تلفنتون رو که زدید یه کد میاد روی گوشیتون، روی اون شمارهتون و بعد کد رو بزنید. بعد وارد این صفحه میشید، بعدی رو میزنید و اینجا موافقم رو میزنید. موافقم اون پایین. چه همونجور که میبینید جیمیل ما ساخته شد و الان میتونیم ازش استفاده کنیم. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اگر آموزشی دیگه خواستید تو کامنت ها بگید تا براتون بسازم.